سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال امیر وایتی تیجی. خب این کانال دوم مدت هستش که امیر اینه. اون کانال اول که نوشته کیان وایتی تیجی اون واسمنه. واسمن که نه، واسمن اون کانال اول ماه، چون کانال من بهتر بود اون زدیم به اسم من، ولی خب واسردمونه. اینم که ماجرا این بهتره زدیم به اسم این دماغ. خب میخوایم تو این ویدیو چیکار کنیم؟ میخوایم این که خونه ما رو میخوایم بریم بالا. خب نرسیم خونه ما، هر دم کفشا رو که داریم و بریم از اینجا بالا. لیتس گو. و بعد از تلاشات داشاق رفت بیرون. رفت بیرون، میگم رفت بالا. این داشاق بالا بذار باد بیار. منم اومدم بالا. خب ما الان بالا اینجا اومدیم و این مارکوس چون یابال فست، این مارکوس چون میخواد از اینجا بره. اینجا راه طولانی هستش، یعنی ما راه طولانی در پیش داریم بمونیم. اینجا خونه همسایمون هستش، منقل و این چیزا. جمعمون جمع عالی. و مارکوس چون خیلی داره تلاش میکنه. خب اسکل برن چون اینو بگیر برو اونور دیگه. بچه ما در تلاش هست. بچه اینم اینوری، این از همسایه اینوری. این اومد جمعیه داشتاقه. خب بچه بریم. خب بچه منم بالاخره اومدم این بالا. از این راه سخت کردیم. خب میرسیم ما به اینجا. حالا بگید اینجا کجاست به نظرتون؟ اینجا بالای دستشوی احتمالاً همسایه بغلی میگه اون میاد اینجا یه موادی میزنه بر بدن، بخشی شیشه میزنه. حالا اینجا خب این داشتاق داره ما نگاه میکنه. برو دیگه. قیافه‌شم واقعا شبیه داشتاق مارکوس. خب ما اینجا رو بریم. خب بچه اینجا که میدونیم ما این لوله رو داریم، ما اینجا راه ما راحته. ما اونجا که بریم لوله تموم میشه و دیواری داشته باشیم، تازه اون لوله میاد وسط پا میره، ما نمیتونیم یه جا مشخص پامون رو بذاریم. جالبه ولی خب میخوام بریم. من نمیدونم که چطوری تک دسته دارم روی این واسه تو فیلم میگیرم، ولی خب نمیتونم فیلم حساب میزنم و میریم. حالا خود میریم دیگه. الان میخوام برسم به اون واسه تو شروع میکنم. لیتس گو. خب بچه‌ها من رسیدم به اینجا و رسیدیم به بخش اصلی کار. اگه گفتین چی؟ درسته. بخش اینجا. اومد اینجا رو که بعد ما از اونجا تا اینجا رو طی کردیم. بعد از اینجا تا اونجا بریم اون بالا. آفرین عمو داشتاق. میریم. عمو داشتاق سعی منم بیام. خب سیمون رو باید مراقب باشه. بچه‌ها من استاپ میذارم چون خطریه. خب بچه‌ها اومدیم رسیدیم. داشتاق از اینجا فرار میکنه. ما اینجا باید برگردیم. لازم نزدیک بود گوشی دست من بیفته. این قدر طی کنیم رسیدیم به همین وسط فیلم رو شروع میکنم. بعد وقت من این ور رو رد کردم الان باید بریم این ور طی کنیم. همین رو میریم. سخته. شما این ارتفاع رو نمیبینید که بیفتیم مارکوس میشیم. یه سوپرمن بتمن بود. خب من این سوپرمن بتمن بودم. اینقدر میترسم دهنم گلدکو. خب بچه میریم. داشتاق استاپ میزنم تا اونجا بریم. بچه با کلی زحمت یا حضرت عباس رسیدیم این بالا. نمیدونم چیه بالای اون داشتاق. اینا ویو محله همونه تو مازندران. اینجا عشق صفا سیتی. خب بچه این محله رو رد کنیم رسیدیم بالا. این حلقه اینم بالا خونه که خیلی ارتفاع داره. آره شما من پایین استرس هم بیاد پایین بعد اینجا بگردیم. آره خب بچه الان میخوام بریم این تو بریم. آره لبه نرو بسیم پشتک بزن تو. عمو جون استرس داره. عمو جون نداره استرسی. یه بریم اچه فیلم حساب بزنیم. اینو راضی میگم یه خورده استراحت کنیم و بچه این حالا یه خورده پا میخواد تا از اونجا بگیری اینجوری بیفتی. آره ولی خب اگه بشه من میخوام برم
داشاقی نکنه اما داشاق خوب میخواد بره. بریم. خدا قوت داشاق گل. خسته نباشه داشاقت. بابا تو دختر میبینیم در دیو. خب بریم. داشاق سب کنم نمیرم. چون سخته نمیدونم گوشه چجوری بگیرم. یعنی میخوری داغ این. باید یه جوری بریم دیگه. امیر هم نمیاد. امیر نکن همون اونجا. امیر بیا گوشی بگیر لاغل. اگه گوشی جو گیر کنه تموم. امیر ازش چی؟ آقا میخوام آقا سب میخوام این نامرده کنیم. امیر تو از ما برو ما از خونه برم. برو گی نخور بندگی میریم. چون ماجراجویی 2 نفره. بچه حتما کانال کالافو ببینید، ازش استفاده کنید. کیان KIYAN کیان فاصله YT فاصله TG. خب بگید ویدیو کالافو رو ببینید و حمایت کنید. تمام بچه من که اونجا بودم ویدیو دستم خورد استاپ خورد. الان ویدیو گذاشتیم خود گفتیم بریم که خستگی از سر ما بره. خب امیر داشاق منم میخوام بیام. من چطوری به تک دستی بیام؟ آقا ما اینجا استاپ میزنیم چون اینجا سیم خطریه. اما استاپ میزنیم شما رو باز میاد. بچه ما دوباره برگشتیم همینجا. چقدر گذشته. خب فکر کنم این ویدیو آپلود کنیم چقدر نت میخواد. اشکال نه نت میدیم دیگه تا تشریح میدیم دیگه. خب الان میخوام اینجا رو بریم. بچه من یادم رفت اونجا بیافتم. بچه اینجا خیلی سخته. داداش ما کسخوره داشتیم همین میله تا تحت کنید واسه قرمت خونت. خب داشاق توی گوشی رو بگیر. بیا دست نخور استور نشه. گوشی درست بگیر همجوری بگیر قشنگ همجوری. من نشون بده چیه؟ من نشون بده قیافت شکلی داشاق. داشاق استور بزن بریم. میگه استور کدومه؟ ما رسیدیم دوباره داشتاتو میگیری؟ ما دوباره رسیدیم همینجا. اصلا قیافه امیر شبیه داشاقه. این امیرعلی داشاق جون. بچه دیگه تموم شد دیگه. ما دوباره برگشتیم همینجا. رفت داخل. نشد دیگه داشاق برو پایین دیگه. چی بینودی؟ برو داشاق جون برو. شیرم ستند اما فایش ندادشت. داشاق همه رو پیاده من همه رو سرپا. یا علی شجاعت که دوباره برگشتیم داشت به همونجا. موقع کی بود میترسید؟ بی بگی من پشتک بزنم. من نشون بده اصلا تو مرام بوده به ما میگه کیان پشتک. اصلا ما میگه کیان پشتک دیگه ما تو مرام بوده. خب بچه اینم بود از ویدیو ما. تا ماجراجوی بعدی که خونه متروک است. خداها باریکالله.